پیشینه لباس محلی گیلان. آثار مکشوفه گیلان زمین سوابق زندگی در منطقه را به 4,000 سال قبل از میلاد مسیح میبرد. در حفاری‌های چراغ علی تپه رستم آباد قطعاتی از ظروف فلزی فساد یافته چهره و اندام زنی را بر جام مفرقی حک شده عرضه می‌کند. چهره بانوی گیلان با روسری فراخ، طرح پا و بخش پایین دامن با ساقه‌های عمودی و برگ‌های افقی، نوارهای باریکی که هر بخش را از دیگری جدا می‌کند. طرح 7 و 8 ریشه‌های آویخته از دامن و در قطعه بعدی نیمتنه بالا با پیراهن کمربسته که شاخه‌ای پربرگ در دست و علنگویی بر مچ دارد. روی سینه پیراهن 3 ردیف نوار هاشورزده موازی و بر بالای آن نقش 7 و 8 قلم زده شده است. در مجسمه زر مکشوفه یقه‌گرد ایستاده و لبه آستین نمایان است. این نقش‌ها کهن‌ترین اسناد زینتی بر حاشیه دامن بانوی گیلان است. طرح مرد گیلانی در اشیاء مکشوفه مارلیک کلاهی از جنس پارچه ضخیم یا نمد، پیراهنی آستین کوتاه و دامن تا به میانه رانها با کمربندی پهن دارد. بالاتنه طرح جناقی با خطوط نقطه چین و پایینتنه خطوط ساده عمودی دارد که نمایش چین دامن است. طرح دیگری دارای کلاه کاسه‌ای بر سر و حیوانی بر دوش، پیراهن آستین کوتاه و دامنی تا سر زانو با کمربند پهن می باشد. کناره سمت راست به زیر کناره سمت چپ و دارای حاشیه با نقش زیگزاگ است. تکه دوزی. از هنرهای اصیل گیلان تکه دوزی است که یکی از انواع مشهور، اصیل و زیبای آن را در هنر فاخر رشتی دوزی به وفور می‌بینیم. اتصال تکه پارچه‌های مستطیلی یا نواری برای دوختن روی لحاف و بخچه بسیار رایج بوده است که به آن 40 تکه دوزی یا 40 بخچه دوزی می‌گفتند. از انواع دیگر آن ناخنی دوزی است که با استفاده از پارچه‌های دورریز، مربع‌هایی با ظل 3 تا 5 سانت بریده و با تا کردن از قطر مربع و روی هم قرار دادن اضلاع بزرگ مثلث، تکه‌های سه‌گوش بسیار کوچکی ایجاد می‌شود. با کنار هم قرار دادن آنها به صورت مدور بر روی پارچه اصلی، طرح شمسه به وجود می آید که به عنوان رفع چشم زخم یا وسایل کاربردی دیگر مورد استفاده بوده است. از این تکه های سه‌گوش برای تزیین یقه، سراستین و لبه پایینی پیراهن در منطقه دیلمان به وفور دیده شده است. به علاوه دوختن طرح‌های 7 و 8 بر روی پیراهن و دامن زنان شرق گیلان نیز تکه دوزی است. شکل این طرح‌ها با تکه دوزی ناخنی یکی است، اما برخلاف آن به صورت تک به تک دوخته نمی‌شود، بلکه یک سمت آن را روی پارچه اصلی و در زیر آخرین ردیف نوار می‌دوزند و سمت دیگر را با فاصله 8 سانتیمتر و تا 1 سانتیمتر باقی مانده به سمت مقابل برش می‌زنند. سپس لبه هر طرف را به پشت برمیگردانند تا به صورت نوک‌تیز درآید. در دامن بانوان املش ابتدا وسط نوار را می‌دوزند و در هر دو طرف طرح 7 و 8 می‌زنند. همچنین تکه های پارچه رنگی در پیش سینه پیراهن که مزین به خطوط 7 و 8 نیز میباشد. یراق دوزی. لباس مهمانی زنان دیلمان با یراق‌های طلایی تزیین می‌شود. نمونه‌های قدیمی زیادی در منطقه یافت شده که از یراق‌های دستباف روی جلیقه و قبا استفاده شده است. در ردیف‌های اول و آخر یراق دوزی‌ها از طرح‌های 7 و 8 یراق استفاده شده تا سنت دیرپای این نقوش را محفوظ نگه دارد. یکی از دو نوع پیراهن دختران جوان و نوعروسان در املش دارای یراق دوزی در چاک جلوی یقه است که در میان ردیف‌ها و بعد از آن سکه دوزی می‌نمایند و به این پیراهن‌ها پولبدا پیرن می‌گویند. جنس این یراق‌ها ابریشمین و طرحدار است و نوار کارد بافی شده است که از علموت قزوین وارد کوهپایه‌های شرق گیلان می‌شده و در آنجا به این هنر پنبافی می‌گویند. با توجه به جنس ابریشمین یراق به نظر می‌رسد که این دوخت بیشتر برای لباس‌های فاخر و مجلسی و مناسب دختران و بانوان جوان بوده است. نواردوزی. کمتر دامنی در لباس محلی گیلان است که فاقد نواردوزی باشد. انواع نوار ناخنی یا پارچه‌ای که در گذشته از برش تکه‌های باریک به دست می‌آمد و امروزه از نوارهای اوریب یا روبان‌های آماده استفاده می‌شود. در غرب گیلان در مناطق تالش‌نشین بعضی شلوارها فاقد نوار و بیشتر آنها دارای 1 یا 2 ردیف نوار ناخنی یا ساده است. اما در شرق گیلان انواع نواردوزی‌ها به وفور دیده می‌شود. این نواردوزی‌ها در قاسم آبادی تومون حداقل 3 ردیف نوار پارچه‌ای است که به همدیگر سپس به پارچه زمینه اصلی دوخته می‌شود. دوخت مراحل بعدی از گذشته تا امروز دستخوش تغییر شده به این صورت که در گذشته از نوارهای پارچه‌ای و امروزه از نوار روبان‌های آماده بر روی پارچه زمینه اصلی دوخته می‌شود.
اما همچنان این هنر زینت بخش لباس زنان گیلان است. سکه دوزی از هنرهای رایج در اقوام مختلف ساکن در ایران از جمله گیلان سکه دوزی است که از سکه‌های رایج برای تزیین قطعات مختلف البسه استفاده می‌نمایند. برای این منظور یا تکه فلزی گاه از جنس نقره یا دیگر فلزات بر کناره یا وسط یک روی سکه حلقه‌ای می‌افزودند و به آن گوشه می‌گفتند و یا سکه را با ابزار نوک‌تیز مانند میخ سوراخ می‌کردند و آن را با نخ روی کلاه، جلیقه پیراهن و گاه حتی دامن می‌دوختند. هیچ کدام از این دو کار از ارزش اقتصادی سکه نمی‌کاست و در مصاحبه با روستاییان به کرات گفته میشد که از این سکه‌ها در مواقع لزوم برای خرید مایحتاج روزمره استفاده می‌کردند و مجدداً آن را روی لباس جایگزین می‌کردند. پیشینه تاریخی سکه دوزی نیاز به تحقیق گسترده دیگری دارد تا دلایل به وجود آمدن و تداوم این هنر بر ما آشکار شود. گلدوزی سنتی لاس در لغتنامه دهخدا معانی متعددی دارد. یکی از معانی آن ابریشم فرومایه، پاک نکرده و ناپاک است. جنس شلوار کشتی گیل مردی در گذشته از ابریشم کم کیفیت یا درجه 2 بوده که ورزشکاران برای دوخت نقش و نگار روی لاسپاره واژه لاچ زدن را به کار میبرند. به شلوار ابریشم دوزی لاچ تومون میگویند. لاچ زن به هر نوع ابریشم دوزی و گلدوزی روی لباس میگویند. روسری با گلدوزی های ظریف به نام کاربد دستمال. پیراهن‌های تابستانی سوزندوزی شده زنان گیلان و مصاحبه‌ها و نمونه‌های قدیمی گویا این مطلب است که آنچه در روستاهای ایران به عنوان گلدوزی سنتی رایج بوده، در گیلان نیز متداول بوده و کاربردهای متعددی از جمله در پوشاک داشته است. تکنیک‌های به کار رفته در این دوخت‌ها شلال، زنجیره، بخیه، ساقه‌دوزی، ظریف‌دوزی و بست رومانی است. سیاه‌دوزی سیاه‌دوزی از هنرهای اصیل ایرانی است و در بسیاری از مناطق ایران پراکنده است. سیاه‌دوزی سیستان از هنرهای معروف است که با آینه‌دوزی زینت بخش لباس بانوان منطقه است که شهرهای گناباد و اصفهان، تهران، قزوین و بیرجند نیز ذکر شده است. سیاه‌دوزی شاهکوه از روستاهای استان گلستان توابع گرگان در سال 1394 در فهرست آثار ناملموس سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است. در کتاب پوشاک مردم گیلان پیراهنی است که در پیشسینه دارای دوخت‌هایی با چرخ و طرح‌های مشترک و رنگ متنوع و گاه یک رنگ در مناطق کوهپایه و کوهستانی گیلان پراکندگی دارد و اگر با دامن‌های پرچین گلدار پوشیده شود به گالشی لیواس و گالشی پیرن تومون معروف است. تزیینات این پیراهن در نمونه‌هایی با نخ ابریشم و دمس دستدوست شده که رنگ غالب آن سیاه است. تکنیک‌های به کار رفته در این دوخت شامل زنجیره، 7 و 8، زیگزاگ، بست رومانی، دندانموشی و بخیه است. نمونه‌هایی از شلیته‌های موجود با چرخ دوخته شده از نخ مشکی برای دوخت استفاده شده و در قسمت کمر دارای چین‌های ریزی است که با طرح‌های زیگزاگ و موج و تکنیک دندانموشی، زنجیره و نخ سیاه تزیین شده است که برگردان لبه پایین شلیته را با نخ مشکی دستدوز می‌کردند. دوزندگان برای دوخت ساده از تکنیک بخیه استفاده می‌نمایند و این دوخت با دوخت چرخ بسیار تطابق دارد. در مناطق کوهپایه غرب گیلان شلوارها از ساتن و اطلسی ساده و یا پارچه‌های گلدار ریزنقش دوخت می‌شود و رنگ غالب آنها سفید و یا از رنگ‌های روشن دیگر است. این دامن‌ها دارای دوخت با رنگ سیاه در پای دامن با طرح‌های مواج و یا زیگزاگ هستند. این دوخت گاهی بر روی پیراهن‌ها نیز دیده می‌شود و در بعضی مناطق یک یا دو ردیف نوار ساده یا ناخنی سیاه بر روی پیراهن و دامن دوخته شده که به نظر می‌رسد این نوارها جایگزین دوخت شده باشد. اگر شلوار مردانه را از پشم سفید رنگ می‌دوختند، دو طرف درز پهلو با فاصله 15 تا 20 سانتی متر از کمر با نخ مشکی 3 ردیف دوخت می‌کردند. وسط ردیف‌ها با طرح زیگزاگ یا مارپیچ دوخت می‌شد و در ردیف آخر بر بالای زیگزاگ گل سپر می‌دوختند. این شلوار را مردان جوان به پا می‌کردند. این دوخت با چرخ انجام می‌شد و مشخص نشده که اگر با دست می‌بود چه تکنیک دوختی داشت. مجموعه داده‌های ذکر شده گواه بر وجود هنر اصیل و ارزشمند سیاه‌دوزی در گیلان زمین است و سابقه تاریخی، طرح‌ها و پراکندگی جغرافیایی آن نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد. سپاس که با گیل تیوب همراه هستید. خوشحال میشیم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید.